وقتتون بخیر. خوب هستید؟ ما جمعه شب یه استوری براتون گذاشتیم و گفتیم زن و شوهری که دارن با هم کار میکنن بهترین توافق مالی در موردشون چی میتونه باشه. اولا که اون بهترین رو شما تعریف میکنید، یعنی اون توافقی که شما هر دو موافق قول و قراری که با هم میذارید باشه برای ما بهترین توافق. ولی دلمون میخواد تو این توافق یه چیزی رو در نظر بگیرید. اولا آورده‌ای که هر کدوم از شما از قبل آوردید. سر اون خیلی ما چک و چونه با هم دیگه نداریم. ولی از اینجا به بعدی که قرار هر دو تلاش و زحمت داشته باشید و برای رسیدن به هدفهای مالی تلاش کنید، اینه که از اینجا به بعد مهمه که توافق خوبی داشته باشیم با هم دیگه. ولی اینکه یه خانم بگه که من کار میکنم، برای خودم کار میکنم، نه، ما هم چیزی رو تو شرایط الان حداقل نداریم. و یه آقا موظف کامل نیست تمام هزینه‌های زندگی رو تامین کنه، واقعا دستش بر نمیاد. پس یه توافقی میکنیم، هم خانم به منافع مالیش برسه، هم آقا به منافع مالیش برسه، ولی چیزی که خودتون توافق کنید در موردش، درصد و اینا رو ما تعریفش نمی‌کنیم. هر چیزی که خودتون باهاش